مایدی کی این برقو مصرف میکنه؟ کی مصرف میکنه؟ همین قیمه قطعه اینا مصرف میکنن دیگه آقای مایدی. کی مصرف میکنه؟ این قبل اینقدر میاد برای همین جیگر مصرف میکنه آقای مایدی. جیگر چیشو مصرف میکنه؟ جیگر آقای مایدی میره دوره در یخچال رو باز میکنه میگه بخوام خوراک شم. بفرمایید. یعنی یخچال ما داره جای کولر کار میکنه. خیلی هم مصرف. اصلا کولر آقای مایدی کی روشن کرد دیشب؟ ببخشید البته. من روشن. چی شد؟ چقدر به موقع روشن شد کولر آقای مایدی؟ چرا داریم اینقدر نسل پر مصرفی بار میاریم آقای مایدی؟ این بچه من نه تنها تو برق پر مصرفه آقای مایدی، تو آب پر مصرفه، تو شیر پر مصرفه، تو شامپو پر مصرفه. آقای مایدی من میرم باهاش حموم میگم اندازه یه گردو بزن رو سرش آقای مایدی، این ور داره اونو فشار میده آقای مایدی. مگه آره میره؟ مگه این کف میره از رو سر این؟ روی صابون رو خمیردندون میگه نخود نه مار. میگه عزیزم مویی هم نداره. مادر جون ببخشید من قلبم از در دهنم اومد بیرون، خواهش میکنم من تمنا میکنم کفش شما رو همین الان میبوسم. خواهش میکنم با من در رفافه صحبت نکن، با من راحت باش. در رفافه؟ در رفافه شما چرا عادت داری صحبت بکنی؟ من قلبم ضعیف، دکتر گفته هیجانات خوب نیست برای من. یعنی در رفافه چی هست؟ یعنی چجوری؟ رفافه یعنی میپیچی همه چی رو دور یه رفافه میپیچی، معلوم نمیشه چیزی، همه باید از زیر زبون تو بکشی. اصلا برای سلامتی خودتونم ضرر داره. رو حرفتون بزن. شما مادرید، شما در اصلی این خانه هستید، شما در همه ما هستید. یعنی رک بگم؟ برای رک بگو راحت باش. چرا رک بگم که اصلا رو در واسطه بین ما وجود نداره. شما مادر با هیچ کس رو در نباید بیسته. آها اینطور گفتی؟ برا رک بگم که چقدر خنگ هستی فامیل. چی شده؟ مامان جان گل قلبم من خنگ هستم؟ اینطور است. خب میشه مادر جان شما همون مسیری که خودتون میرفتین بهتر. خواهش میکنم همون مسیر رفافه رو ادامه بدید. بغله؟ یه در بزن. بغله؟ برق رفت. یه در بزن سرفه کن آرامتر دیگه یه ذره. خواهر من جیگره قشنگم شما رو نمیگم آقای جان. تو چه کار میکنی جیگر جان؟ من چی اومدم آشپزخونه و این دفعه برق رفت و کتر دیگه. برای الان خواهش میکنم به این خانم چرا بفرمایید که الان چه ساعتی هست. چلو کی؟ چرا چه من نمیدونم، من بازم رفتم اینو تو ذهنم آبکش کردم. من معذرت میخوام. کته بذار کته امید چی بگم بی؟ کته بگو کته برای بگو الان چه ساعتی هست. این ساعت 9 شب. میدونم عزیز دل من، منظورم اینه که چه ساعتی هست. به ساعت 9 شب چی میگن؟ به ساعت 9 شب میگن 21. 100%. عجب خری ها. اصلا نمیدونم منظورم جیگره آقای جیگر الان ساعت پیک مصرف هست. پیک مصرف ساعتیه که پول برق تصاعدی میره بالا. تصاعد که میدونی یعنی چی؟ آقای مجید چقدر باید کار بکنه پول برق شما رو بده؟ درستی بله درستی. چرا باید در مناطقی از دور الان برق نداشته باشن؟ بچه هاشو تلویزیونش خاموش باشه که یک قطعی یه جایی بخواد لباس بشوره. ببخشید در من یک قطعه نوعی رو گفتم. خواهش میکنیم. شما که چرایی هستید واسه خودتون. خواهش میکنیم. آقای فامیل دور برا خیلی داری تو میری ها. اگه اینا رو من نشونم کی بشوره؟ اگه من اینجا رو جابجا نکنم کی بکنه؟ خانم اینجا منم، اینجا رو من باید بشورم. خواهر من قشنگ من یه دقیقه به من دقت بکن. من که نمیگم نش. آقای مجید شما مثلا میخوای چی میگن دیپلم گرفتی، خب دیپلم ردی مثلا میگم بهتون، خب ناراحت میشید؟ فوشه؟ نه. خب نه. ما وقتی که تو امتحان پدربانی رد بشیم پدر سوخته شدیم که رد شدیم. یعنی یا پدر سوخته شدیم یا پدر سوخته بازی در آوردیم. هیچ کی این دوتا بوده. پدر سوخته بازی چی اون؟ پس بذار من برای شما توضیح بدم آقای مجیری. قشنگ توضیح بده. ما توی دوره آقای مجیری بالاخره هر بچه‌ای که به دنیا میاد حتما باید این دوره‌های دری رو بگذرونه. بله. اول میره درستان. بله. 5 تا در رو باید بگذرونه. بله. در اوله، در دومه، در سوم. بعد از درستان چیه؟ بعد از درستان آقای مجیری میره به دوره دروازه‌بانی. دروازه‌بانی؟ بله. خب 3 تا دروازه هست، اونا رو باید بگذرونه. دروازه اول، دروازه دوم. شما هم دارین. ما البته اینا که دارم میگم ما رو نظام قدیمی آقای مجیری. من نظام قدیم خوندم. جدیدن هر سال عوضش میکنن. خب بعد از دوره دروازه‌بانی میرسه به دوره پیش‌درگاهی. خب بله. پیش‌درگاهی رو میگیره. بعد یک امتحانی ازش میگیرن میرسه به درگاهی. برای دوره دیگه آموزش عالیه. عالیه.
گریه برای چی میکنه عزیز دارم؟ ببند در دهنتو خوشگل من. دلم براش تنگ شده. برای دوره آقای این دوباره اضطراب جدایی از مادر گرفت. نه میخوام تو منو گول مالیدی. تو کی؟ گول منو خوردی. من گوله تو رو خوردم؟ نه اون داداش کوچولو. این بچه همونو برای میگی؟ بچه داداشی. آه بچه‌مو رو میگه خیلی آقا برایدر نوعی رو داره میگه. برای ببینم بچه چی؟ بده من زود باش. من گلا رو گروه نمیخوام. پرت نکن. ببین چرا اینجوری میکنی؟ اشکال نداره. بیادبی فامیل پول می‌کنه. اون گلایم که پرت کرد و فامیل میده. چی چی شده؟ 450,000 تومان شد الان پول گلی که پرت کردی فامیل باید بده. چی شده؟ چی شده؟ قاچاقچی رو بده. شکلاتمو بده این قاچاقچی تو قاچاقچی بده. که میگی کجاست؟ این قاچاقچی آقا ما اینجوری نگاه نکنیم بچه و فکر کنیم با قاچاقچی ها در ارتباطه. پس چیه؟ این اسباب بازی که قاچاقچی. آها اسباب بازیشه. این بچه مثل اینکه این یکی بچه رو برداشته گور زده، این قاچاقچیشو برداشته کش رفته. آره عروسک شما رو گرفته. برا تنهاز برقا نیست رفته. شما عروسک بچه رو گرفتی؟ ندزدیدم که گفت خب شکلاتو میخوام. من گفتم خب شکلاتو میدم قاچاقچی رو میدم. شکلات دادی بهش قاچاقچیشو گرفتی. خودش قاچاقچی کجاست؟ نه خیلی به زون ندادم. اون موقع که میلان بوندی خوشمزه بودم گفتم بخمت چقدر خوشمزه است. آقای ما ببخشید من میتونم با اون بچه هم یه خورده از متدهای جدید مادر کودک استفاده بکنم؟ بله پسر من آفرین. روم بوندن آیا در مقابل یک بچه کوچیکتر حرف خوبی است؟ آفرین حرف خوب است.